سلام، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. پست امروزمون در رابطه با ADHD و انتخاب درمان ADHD هست. در مورد ADHD یا همون اختلال توجه و تمرکز، چیزی که حائز اهمیت تشخیص به موقع و انتخاب درمان مناسبه. ما اصولاً برای تشخیص علاوه بر مصاحبه‌های بالینی و یک سری آزمون‌های مربوطه از QEEG یا نقشه‌برداری مغزی استفاده می‌کنیم که در پست‌های بعدی بیشتر در این مورد توضیح میدم. در رابطه با انتخاب درمان، یک درمان دارویی هستش که تا زمانی که داروها استفاده میشن اثر بخش خیلی خوبی دارن، زمانی که داروها قطع میشن اثرشون در واقع خنثی میشه. مورد بعدی درمان با نوروتراپی هستش که یک درمان با اثرات پایدار و ماندگار روی مغزمون هستش، در واقع یک فیزیوتراپی برای مغز محسوب میشه. طول دوره درمان برای این اختلال 3 الی 4 ماه هستش که 2 الی 3 روز در هفته به کلینیک مراجعه میکنیم. مورد بعدی تغییر در سبک زندگی، استفاده از روان درمانی و استفاده از مهارت‌های مغزی که منجر به افزایش توجه، تمرکز و حافظه میشه.